السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، اسم من عبدالقادر است و من میخواهم که درباره یک ایشان یک قاری صحبت کنم و از برادران تاجیک سوال کنم که با مردم تاجیک بگن که این شخص خیلی انسان است و چرا که این شخص در مسجد خطیب عمر فاروق 61 کرایان بود و از مردم بپرسن که این شخص خیلی انسان بود، چون که چرا از چه سبب اون از وظیفه برکنار شد و از تاجیکستان فرار کرد، از چی بود. از مردم پرسان کنند آیا این پیغام خلاف دین اسلام صحبت میکرد یا خوب صحبت میکرد. و تا جایی که من میدانم تمامی مردم چندین هزاران در اون مسجدی که اون شخص بود، وقتی اون شخص بود چندین هزار آدمان بود، انسان ها در اونجا نماز میخوانند. وقتی که اون شخص از اون مسجد کنار شد تا الان خیلی تعداد نمازخوانان از اون مسجد کم شد. میخوام بدانم که مردم که درباره همون شخص یعنی معلومات میخوام از مردم بگویم و میخوام عکس اون را روان کنم از مردم پرسان کرده شود. چندین مردمی که در طرف اروپا هستند از در طرف چی هستند، اکثریتش از دست این دجال، این رحمانوف فرار کردگی، گرفتگی هستند و میخوام که در همین باره از مردم سوال جواب و برای مردم گفته شود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.